شما اینجا بودید. سلام. خوشحال هستم که یک بار دیگه فرصت زیبا رو من داده شده که در برنامه لیتس بال در کنار شما حضور داشته باشم و محتوای عالی را که در این برنامه برای شما در نظر گرفتم تقدیمتان کنم. پس ما رو دنبال کنید تا پایان برنامه و منتظر هیجانی که در این برنامه برای شما شکل میتین باشید. با این میگن باولینگ بیلیارد و این آقای محترم که جناب نثار احمد بهایی باشه، از آنجا که من خبر دارم در کنار از اینکه قهرمان تکواندو هست و همه میدانیم دستشان در سنوکر و بیلیارد هم خوب میچرخه. امروز مشخص خواهد شد که در بالینگ چطور دستشان میچرخه. خوش آمدین، سپاس از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. و تشکر از دعوتتان. سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین و امیدوارم خوب بازی کنم. یک کمتون خوب است، بلد هستم به اسنوکر، منتهای بیلیارد است، تختش کم خورد است، من اسنوکر بلد هستم کلان. خب بس اما این بالایی که شما، پناهی که شما اینجا ماندین متفاوت است، امیدوارم بتونم خوب بازی کنم. حاضر به مسابقه یا مبارزه هستید؟ با من که تجربه نچندانه در هیچ چیزی ندارم. خب بازی رو شروع میکنیم، شما هم ما رو دنبال کنید. فراموش نکنید تا چند دقیقه که همراه شما هستیم تلاش میکنیم که بهترین واقع شیم. و حالا از نثار عزیز میخوایم که اولین شاتش رو داشته باشه، ببینیم چند امتیاز رو میتونه بگیره. 10 تا پن و 1 شات بیلیارد. اینم از باولینگ بیلیارد. حالا میریم ادامه مبارزه و یا هم مسابقه رو در بالینگ سنتر می‌داشته باشیم. در ضمن فراموش نکنیم که سوالات شما همراه ما هست و قرار است که صحبت خیلی خوبی هم با آقای نثار احمد بهایی داشته باشیم. ما رو دنبال کنید. ختم بازی و با تفاوت 9 امتیاز متاسفانه باختیم به جناب قهرمان. خیلی خوب بازی کردن. نثار جان تشکر. حست چی هست که بردین؟ ما فکر کنم 9 امتیاز زیاد نیست، بالا باشه، اما به هر حال برد است. 1 امتیاز 9 امتیاز. تمرین کنین بار دیگه بخیر. بار دیگه. گرچه سوالی کلیشه‌ای بود ولی به این دلیل گفتم چون من معمولا وقتی میبرم حس متفاوتی دارم و در هر بردی یک حس متفاوتی هست. خب و یک ورزشکار ما بردم، یعنی شما
اولین کسی هستین که منو میبرین. خب من اولین کس بودم. خیال اگه بسیار خوب برام. عالیست. در این 9 امتیاز کمتر از امتیاز آقای بهاوی 140 و من 131. ختم بازی در اینجا و حالا قسمت آخر برنامه. فقط دنبال کنید ببینید که ما کجا میریم و قرار است چطور شات‌هایی رو برای شما از این دوربین تجربه کنیم. خب رسیدیم به ختم برنامه و حالا با یک ترکیب کاملا متفاوت که تا هنوز در برنامه‌های لیتس بال این ترکیب را ندیده بودیم می‌خوایم که برنامه امروز به پایان برسانیم. ما و نثار عزیز یک تریک شات هم می‌خوایم امتحان کنیم با پنهای گلف، پنهای بالنگ، توپ گلف و دنده گلف. نمی‌فهم شما برای چی میگین، من براش دنده میگم. خب بس امتحان می‌کنیم ببینیم که چی میشه. دیدی یاد گرفتن؟ حالا فرصت اینه که پرسش‌های شما رو با نثار عزیز مطرح بسازم و پاسخ‌هایی رو که می‌خوایم دریافت کنیم. نثار جان، به عنوان اولین سوال، قهرمان شدن و یا هم قهرمان بودن چه حسی داره؟ من فکر کنم حس جالب است و دوست داشتنی است. به خاطر از اینکه وقتی که تو قهرمان میشی، اقتدار از مردمت میشناسید و این سبرت میتن که تو کاری که دیده به کشورت به مردمت و یا من از یک شهروند مسئولیت ادا کردی در قبال مردمت یا در قبال جایی که تو زندگی میکنی. خیلی خوب، اگر اشتباه نکرده باشم بعد از اون رویداد بزرگی که برای خودت و افغانستان رقم خورد چند مسابقه دیگر داشتی و چرا مدال‌های دوم و سوم و چهارم طلا برای خود و برای افغانستان نخواستی؟ ما اصلا چون یک مداله که همه میشناسن و مدال جهانی است. و به دلیل ازی که در تاریخ افغانستان برای اولین بار بود ما مدال جهانی گرفتیم. یک دومی که ما با قهرمان چندین مرتبه المپیک جهان روبرو شده بودم در سیمی فاینال کور شکست دادم. سومی که او زمان بین روابط افغانستان با ایران به خاطر آزار و اذیت مهاجرین ما که در اونجا بودن یک کم خدشه‌دار شده بود و من قهرمان چندین مرتبه جهان المپیک شکست داده بودم. از او خاطر اگه فکر میکنن تنها مدال که من گرفتم مدال جهانی سال 2007 است. اما دو بار المپیک اشتراک کردم و از سال 2004 که من مدال گرفتم در رویدادهای مختلف قاره‌ای، مسابقات جهانی، کشورهای اسلامی جهان، دو بار اشتراک در المپیک و دو بار از بازی‌های المپیک آسیا مدال نقره و برنز، قهرمانی آسیا در سال 2009 که مدال طلا گرفتم. این تمامش مدالایی است که من از در بیش از 10 ساله که ورزش میکردم به دست آوردم. چرا همیشه دختران ورزشکار در المپیک فدراسیون‌های متفاوته و بیرون خلاصه دخترانی که ورزشکار هستن بیشتر آسیب پذیر بودند؟ دلیلش را خودت در چه میدانی و در چه کسایی به خودت در سیستم هست؟ مشکل در سیستم ورزش است، در اداره ورزش است، مشکل در برنامه‌ریزی درست ورزش است. اصلا ما نه تنها در سطح ورزش بلکه نه تنها در سطح فدراسیون‌ها بلکه در سطح خود ریاست تربیت بدنی که تمام فدراسیون‌ها عضو از میشن ما مشکل از بالا داریم و همین قسم فدراسیون‌های ما متأسفانه مشکلات زیاد، نمیگم تمام فدراسیون‌های ما، یک تعداد فدراسیون‌های ما یک تعداد زیادش واقعا مشکل دارن. اونا اصلا برنامه ندارن که ما با آینده ورزش افغانستان چی برنامه‌ریزی و چی طرح‌هایی داریم. مثلا من یک مثال براتون میگم، ما هر 4 سال بعد دو گیم بسیار مهم داریم. یکیش مسابقات المپیک آسیا است، یکیش مسابقات المپیک جهانی است. یعنی ما وقتی که از مسابقات المپیک جهانی خلاص میشیم باید به 4 سال بعد المپیک بعدی باید آمادگی داشته باشیم، هم از لحاظ روحی و روانی، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ مادی. یعنی با ورزشکارا بحث مادی بسیار رول داره، باید مصرف کنن بالای ورزشکارا، باید سرمایه گذاری کنن. یعنی ما 4 سال خورده خواب هستیم، بعد از 1 ماه یا 2 ماه به بازی‌های المپیک میک رویدادهای بسیار مهم است چون تمام جهان اشتراک میکنن. اون نه تنها یک مسابقه است بلکه یک تبادل فرهنگ میان کشورهای مختلف است. از اون خاطر ما هیچ نوع برنامه و مسابقات آینده خود نمی داشته باشیم و این
به این معنی است که ما برنامه‌ریزی درست کردن و نمی‌کنیم. مدیریت درست نمیشه. متاسفانه. اگر روزی برای خودت فرصت داده بشه که مطمئنم من فکر میکنم تا امروز این فرصت برات پیش آمده، میخوای مسئولیت بزرگ را که باشه ریاست المپیک افغانستان و یا هم تربیت بدنی برای ورزش افغانستان را بر دوش بکشی؟ یعنی سوال این است که خودت را در مقام ریاست المپیک افغانستان میبینی؟ کار بسیار دشوار است. من نمیگم که من شاید ورزش کلا تغییر بدم. هیچ کس نمیتونه به تنهایی خود ورزش تغییر بده. جو الهی که یک تیم منسجم شون، یک تیم خوب باشن، با برنامه باشن، اونا بتونن آینده ورزش سرش فکر کنن و برنامه و تحریزی درست کنن تا اینکه بتونیم ما حداقل در 10 سال آینده ما بتونیم یک امید داشته باشیم که ما ورزش ما خوب می باشه. ما فقط ورزش ما در کجا خوب است؟ در سطح منطقه‌ای که در جنوب آسیا ما قرار داریم. یعنی یک پله بالاتر اگر بریم در مسابقات آسیایی یا المپیک آسیا وقتی که اشتراک میکنیم، شما میبینین که من خودم از سال 2002 که در مسابقات از 2006 ما آمدم مسابقات المپیک اشتراک کردم. فکر کنین 2006 هر 4 سال مسابقات المپیک آسیا برگزار میشه و ما فقط تونستیم در هر 4 سال فقط 1 مدال یا نهایتش 2 مدال بگیریم. این به این معنی است که ما تلاش نمی‌کنیم، ما کار نمی‌کنیم با ورزش. من هنوز جواب نگرفتم. می‌خوای در مقام ریاست باشی در آینده دوست دارم اما باید فکر کنم سرش آیا میتونم از این عهده برآمده یا نمیتونم. من دوست ندارم که در یک جای مقام منزلت برم بیام و بعداً کار انجام دادن نتونم. اگر روز مرا مسئولیت بتن، مطمئن هستم که با تیم کاری که ما دیر زمان از کار میکنیم با ورزش یک کار خاط کردیم. عالی. نثار عزیز، من سوالا رو یکم خصوصی تر میکنم با معذرت. اگر لطف کنین حس پدر بودن رو تعریف کنین. شخص چون شما مطمئنا با یک رویکرد متفاوت عمل میکنن در مقابل تربیت فرزندش. این روزا چه روزا و یا چه حسی رو با دخترتون دارین تجربه میکنین؟ سخت است به یک پدر بگه که چی حس را احساس میکنن یا اولین فرزندتان هست و ما اکثرا در سوشال میدیا شما متوجه میشیم که سرگرم دخترتان هستید. هر لحظهش حس متفاوت داره و یک روز برای اولین بار احساس کردم ما عاشق شدیم و او عاشق دخترم شدیم. ادامه سوال من این است که دختر بهاوی عین دختر علی کلی در آینده روی صحنه ظاهر خواهد شد یا خیر؟ دوست دارم اول بفهم که خودش چی میخواد. مهم اول خودش است. اگر خودش اما در تربیت و در تصمیم اگر خودش دوست داشت، من فکر کنم اگر خودش دوست داشت، مثلا در بین تمام فامیل ما من دوست داشتم برم ورزش کنم. اگر چی دیگه برادرای من ورزش کردن، اما وقتی که پدرم دید که من زیاد علاقه دارم به ورزش، من زیادتر تشویق کردن به ورزش. اگر من هم دخترم ببینم که علاقه داشته باشه به ورزش، من دوست دارم تنیس بازی کنم. و بعضی کسا بله همیشه میگن که اگر بخوای دخترت تکواندو کار شو، میخوای تکواندو کار شو دخترت؟ من دوست دارم تکواندو رم، اما دوست دارم تنیس بازی کنم. سوال بعدی، نقش رسانه‌ها در پوشش رویدادهای بزرگ ورزشی و به صورت کل ورزش افغانستان. آیا آنگونه که رسانه‌ها باید سهم خودشان را در تغییر سیستم ورزشی در افغانستان باید ایفا کردن یا نه؟ منظور من گرفتن. آیا درست عمل کردن یا نه؟ در کل کشور جنگ زده مثل افغانستان، ولو که هر کس به نحو خود بره یک کار به افغانستان یا به مردم افغانستان داره، نیاز به تشویق داره. اما باید تفکیک شود که ما کدام مدال یا کدام ورزشکار را به چی سطح تشویق کنیم. متاسفانه قسمی که همه چیز در افغانستان قومی می‌سازن، ورزششون بعضی اوقات قومی می‌سازن که اصلاً باید نشه. از او خاطر بعضی رسانه‌ها به خصوص خبرنگارای ورزشی ما، اونا باید بسیار دقیق مطالعه کنند که یک ورزشکار از کدام رویداد مدال میاره و رویداد سطحش چقدر است، به چی اندازه ما باید رو تشویق کنیم. امی قسم حکومت یا کسایی که مسئولیت دارن در قبالش، به خصوص ریاست محترم تربیت بدنی، نیاز است که خبرنگارای ورزشی یا رسانه‌ها بخش ورزش به متخصصین ورزش بدن، نه ای که هر کس به بحث ورزشی کنه. اضافه میکنم به این بحث ای که دیدگاه خودتون میخوام در این مورد داشته باشم. ورزش افغانستان به خصوص در یک دهه اخیر قومی هم شد، سیاسی هم شد. شما فکر نمیکنین که تعداد زیادی از رسانه‌ها و رسانه‌های برتر در افغانستان سهم داشتن در اینکه ورزش افغانستان رو سیاسی بسازن؟
ما فقط یک موضوع را میخوایم بگویم. هر رشته ورزشی را اگر بخواین قوی بسازن از محبوبیتش کاسته میشه. چند تا سوال من خیلی کوتاه از بیننده ها گرفتم، اونا رو میپرسم. گفتن چند سال هستید؟ راست بگویم؟ دقیق. یک مقوله در مورد خانم‌ها وجود داره اما در مورد مردان برعکس شده. مردان میگن سن دقیق خودم. من 35 سال دارم. 1985 تولد. اندازه قدتان؟ 1.90. اگر فرصت یا هم پیشنهادی برایتان شوه به دنیای مدلینگ، یعنی البته مدلینگ حرفه‌ای، رو میارین؟ سالهای 2005-6 بود علاقه داشتم برم به مدلینگ. یک بارم رفته بودم یکی از مسابقات به هند. در اونجا به من پیشنهاد شد که اگر مدلینگ علاقه داشته باشین بیاین. چون من اونقدر علاقه نداشتم به اون زمان و عشق علاقه من تمامشی بود که لگد بزنم، مدال بیارم و مردم خود خوش بسازم. اما بعضی اوقات دوست دارم بچه فیلم باشم، بعضی اوقات دوست دارم مدل باشم، یک مدل مشهور. من میخوایم به عنوان آخرین پرسش از شما بپرسم. بیشتر از آخرین مسابقه تان یاد کردین. آخرین حریفتان که در مقابلش مسابقه کردین با پای شکسته، یک حریف از جرمنی بود، درست است؟ ایتالیا. بله. اشتباهی است. خب چیزی که برای من هم گنگ هست و یا سوال برانگیز هست و برای دیگه بینندگان تا به امروز، ای که شما چرا خواستین با اون وضعیت به مسابقه ادامه بدین و تا پایان مبارزه کنین؟ چند دلیل داشت. یک دلیلشی بود که 4 سال به اون مسابقه من زحمت کشیدم و دلیل اصلی دیگه‌ایشی بود که باید مبارزه کرد، ولو که زخم داشت، ولو که اوگار بود. اما یک دیالوگ هندی است، میگن جو مرد ہوتا ہے اسے درد نہیں ہوتا. اما تو شنیدین؟ به زبان اردو میگن. اما باز برادرم به من گفت که تو به خاطر افغانستان مبارزه میکنی، به خاطر مردم افغانستان مبارزه میکنی، پس در فکر هیچ چیز نباش، همگی دعایت میکنن، برو پس میدان. بعد از اون مسابقه دوم میرقم سیام تا پای شکسته خیلی درد داشتم. مشکل است بگویم که چه رقم درد بود، اما شما باور کنین وقتی که با درد مبارزه میکردم، از حالت ازی که جور بودم مبارزه میکردم، برام لذت داشت. بازم سپاس از اینکه وقت گذاشتین برای ما. برنامه جالب بود و متفاوت بود. کارهای ورزش‌های مختلف انجام دادیم، برام جالب بود. بسیار تشکر از برنامه‌تان و کسایی که سوال کردن از من، علاقه‌مندم بودن. از همشون تشکر. امیدوارم خوب جواب دادم. سپاس از شما. سلامت. بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته لیتس بال. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما رو به خداوند یکتا میسپارم. فراموش نکنین که سهم خودتان را در بهتر شدن برنامه تنها میتونین از طریق دیدن برنامه داشته باشین. اگر لطف کنین در ابتدا چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را همچنان فشار بدین. اگر هم نکردین زور ما براتون نمیرسه دلتان. در هر صورت منتظر کامنت های شما می باشیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون. صحیح